ما و شما وقتی به کف دست نگاه میکنیم از تقدیر راضی میشیم. برای میدانیم، یقین میدانیم که ما و شما ارثیت داریم، ما و شما ژنتیک داریم. یعنی که هر چیزی که در ما و شما میشود نوشته شدگی است. یعنی ما و شما برنامه ریزی داریم. برنامه ریزی جسمی تنه ما از پدر و مادر گرفته شده است. برنامه ریزی احساسی ما را عائله ذوقمانه، طبع دیلمانه بیدار میکند، تربیه میکند. دوست داشتن و بخشیدن، بخاوت بودن و باور کردن اینها را ما در روزها و سالهای اول زندگیمون که در عائله میکنیم در یک حدود معینی ما میگیریم. برنامه‌ریزی عقلی را معلمان میدهند، استادا میدهند. برنامه‌ریزی فرهنگی را مردم میکنند، آن مردمی که ما با آنها زندگی میکنیم. برنامه‌ریزی اجتماعی را دولت میکنند. برنامه‌ریزی طبیعی را آفتاب و هوا و آب و خاک میکنند. برنامه‌ریزی روحی را خداوند میکنند. برای همین ما و شما و این برنامه‌هایی که حالا در 6 تای آن هست ما کاردار نمیشویم، چون که آنها ریخته شدند. فقط آینده را در نتیجه تاثیر رساندن به برنامه روح و به وضع سخن و به وضع باوری‌ها بیدار کردن و فعال ساختن این یا آن کاری، یعنی روح و کاری تقدیر، ما و شما میتوانیم که بعضی چیزها رو برای خود درست و خوب کنیم و انشالله امیدوارم که ما بیماری ها را محو کرده گن آنها را در ارثیتمان پخش میکنیم و گن های خوشبختی، صحتی، سالمی، عمر دراز و با برکت، زندگی خوب و خوشی، تن بی درد و بسیار چیزهای دیگری که در بدن ما و شما تا امروز فعال نبودن فعال میکنیم و همین طور ما و شما انشای خدا خوشبخت میشویم و راضی میشویم از تقدیر خود. و آن روزی که ما این دنیا را ترک میکنیم ما چنین سخن را گفتن میتوانیم که ما زندگی کردیم که میتوانیم بگوییم این زندگی شایسته است. پس بیایید که ما همه امکان داریم در این دور و زمان، در دوره‌ای که وطن تنج و امن داریم، در دوره‌ای که طب بسیار پیشرفته است، در دوره‌ای که انسان‌ها، آدمان به اطلاعات و به همه کارها در اینکه دست دارند میتوانند که از آنها بهره ور شوند. از این حساب ما انشای خدا بهترین انسان‌ها در دور و زمان میشویم. چشم را میپوشیم، قامت راست میگیریم، درست میشینیم، آزاد و سکوت میکنیم. سکوت بزرگ، سکوت کبیر. پناه به سوی خدا میطلبیم. با نام خدای بخشنده و مهربان سر میکنیم. به نیت شفا میشینیم. خود را در بین معینه سر گرفته آرام میشویم. بدن خود را به حال خود گذارید. آرام شوید. چون بدن به حال خود میگذارید بدن خودش را صحت میکنه. چرا در حیوانات بسیار زخم‌ها و بسیار چیزهایی که میگیرند در نتیجه کار و زندگی و فعالیتشان تیز صحت میشوند، ولی در آدمی بسیار چیزها دیر صحت میشوند. مثلا ما کم میبینیم که حیوانات زخمی معده شوند. ما کم میبینیم که حیوانات به فشار بلندی گرفتار شوند یا که بیماری نفس تنگی و بیماری استوماره داشته باشد. ما میدانیم که سبب این شدتناکی عصب و روان است. Нервно-психическое напряжение. انا همین سبب شده است و متاسفانه انسان از عقل خودش آسیب میبیند. پس امروز بدانید و آگاه باشید که شما باید بدن به حال خود گذارید. هوش در بین معینه سر که گرفته اید بدن به حال خود گذارید. آواز ما را گوش کنید با دقت. هیچ چیز شما را خلل نمیرساند.
چقدر خوب و نغز و آزاد نشسته اید. در داخل بدن رگ‌ها هستند. با آن رگ‌ها خون گردش می‌خورد. وقتی که خون گردش می‌خورد، ما سلامتی خود را دیگرگون و دیگرگون حس می‌کنیم. از آن جمله دردها نیست میشن. گزک و اسپلین التهاب‌ها برهم می‌خورند. بدن و عضوهایش از نالش میماند. یعنی نالش بدن این ویرانی گردش خون است. چون گردش خون درست که شد، درد و ناراحتی های بدن برهم میخورند. پس حس کنید گردش خون خود را. حس کنید گردش خون خود را. به خواب طبیعی نروید. شما کوشش کنید که در حالتی نه بیدار و نه خواب باشید. یک حالتی است، حالت موازنتی بینی، حالت سرحدی. پس خانان ما را گاهی از دور گاهی از نزدیک میشنوید. گاهی حس میکنید که در بدن شما عملی میشوند و گاهی حس میکنید که شما از این حالت که میخیزید تماما صحت و سالم هستید. و این حسات بهترینی هست که ما بعدی سکوتی تمامتی خود میکنیم. پس بشینید درست و آزاد، دم گرفته و روشن، خرسند و خوشوقت، آزاد و آرام. چقدر خوب و نغز نشسته اید. در این حالت رگ‌های خردی درونی چشم حتی گشوده می‌شوند. رگ‌های خرد استون مهره، عضوهای درونی و هر گونه دردها میده شده‌ای که سیخ میزد یا اینکه ناراحتی حس میکرد برهم میخورند و همین طور ما و شما به دنیای دیگر وارد میشیم، به دنیای آرامی، به دنیایی که ما آن دنیا رو دنیای حال میگوییم. داده شوید به آن حالتی که شما رو فرا میگیرد. این بهترین مشق است. بهترین چیزی است که ما و شما امروز اجرایش میکنیم و حس میکنیم که زمین ما را به طرف خود میکشیده است. همینطور هم سیاهی و زمینی به طرف زمین میرود و هر بار ما نفس میگیریم بدن ما و شما سبک و سبک شدن میگیرد، گویا که یک پفک کلان میشود. آواز ما رو نغز میشونه. با آواز ما شما به دنیای باطنی وارد میشوید. حس کنید خود را آرام و آسوده، خواطر نشوید. ما بدن به حال خود که گذاشتیم به روح میگذاریم. هوا درست وارد شده ایستاده است. اما سیاهی و زمینی به طرف زمین می رود. بدن ما سبک و سبک شده. اکنون ما روح خود را حس میکنیم. خوش در بین معینه سر است. طور سر خود را حس کنید. این مانند دایره‌چه‌ای هست که در آن فشاری را ما حس میکنیم. در آن نیرو جمع شده است. این حوض است که بعضا در آن آب پر می شود و آن آب پر که شد لبریز می شود. ولی آب باید به جای درکاری برود. همین نوری تار سر هم باید به بدن وارد شود. ولی شما شدت کردید، عصبی شدید، ناراحت شدید، ناباور شدید، بسیار کارهایی کردید که سبب محکم شدن راههای روحی بدن شده است. مانندی که شما حوضش از یک طرفش میکنید، همینطور از یک طرف تار سر خود که فشار انرژتیکی را حس میکنید بکنید و نیرو مانند آب در معینه سر میریزد.
مینه سری ما پر از نیرو می شود. اکنون ما قوت داریم در فکر کردن، در آرامی، در کار، در فعالیت. ماندشوی عصبی ما همینطور برهم میخورد، چون که نیروی نو گرفت. انسان به کیهان دائم داد و گرفت دارد، داد و گرفت نوری، انرژتیکی. گویا که در طول سر ما یک آب گرم ریخته باشد. ما نیرو را حس میکنیم و آهسته ما پیشانی را حس میکنیم، چون که راه روحی دیگر در پیشانه است که آنجا نوری محمدی است. جمع شده است، جمع شده است، جمع شده است و آن درون نمی‌دراید، چون که ما فقط فکر یک چیز کرده ایستاده ایم. امروز ما آزاد میشویم در فکر. آن حوضی که از نور محمدی پر شده بود کنده شده به پیشانه ما میریزد و همینطور از قسم پیشانه مینه سر نور وارد شده، فکرهای ما را آرام، عقل ما را آرام میسازد. اگر طول سر عقل است، پیشانه فکر است. گشاده می شوند این دو راه روحی بسیار مهم هستند که وزمینی سر بر هم می خورد، بسیار دردها نیست می شوند، بسیار بیماری های با مانند میگرین نیست می شوند، چون که آنها از ویرانی گردش همین نیرو هستند. داده شوید به آن حالتی که شما را فرا می گیرد، حالتی است که دو راه روحی نیرویش به سر وارد شد. می روند این نیروها پایانتر، می شورند مانند آب و می روند در راست گلو. اگر شما خفگی دارید، آنجا نیروی ذکر جمع می شود. ما فکری باطنی داریم، کمونیکاسیای باطنی داریم. نیروی جمع شده ای که فشار می آورد گلو رو، با آدمان بسیار وقت می گفتن که چیزی در گلوم هست، همان نیروی جمع شده کنده شده به طرف گلو می ریزد. هم نیروی تار سر و هم نیروی پیشانه و هم نیروی گلو یک جایه شده به طرف دیل می رود. اگر بسیار کارهایی کرده باشید که از آن خودتان ناخوش شده باشید، سر دل محکم می شود. سر دل خود را حس کنید. اول ما مهر را حس می کنیم. بسیار وقتی که ما سختی می کنیم، وقتی که ما قبیحی می کنیم، مهر از سینه ما می رود. محبت ما را ترک می کند، ایمان ما را ترک می کند. امروز ما کاری می کنیم که باز آن ایمانی که می خواهد وارد شود، ایمان نمی تواند در بیرون بسیار ایستادن، می خواهد به قلب و به دل ما و شما وارد شود. آن در سر دل است. گشاده می شود، کنده می شود حوض سر دل و می درآید به دل و ششها به قفس سینه پر از مهر می شود، پر از محبت می شود، پر از باوری و امید می شود. یک روشنی سر دل ما را فرا می گیرد. تار سر، پیشانه، گلو و سر دل. چهار نیرو یک جایه شدند و می اشارند آنها پایان و بیماری های گلو، بیماری های قفس سینه و دل بر هم می خورند، می روند به طرف شکم.
میشورند درست و آزاد و ما حس میکنیم که در سر دل شکم یک چیزی فشار آورده است که تاجیکان میگویند نافش رفته است. ما راه روحی را با پنجه خیال در دو جایش میگذاریم، چون که استرس ها، اذیت ها، فشارهای گوناگونی که با شما میشود به شکم میزنند و آن راه روحی را به درون پچق میکنند. ما آن را بیرون میکنیم با پنجه خیال. و نیروی وقت یعنی صبر که میخواهد وارد شکم شد که به شکم میدرد وارد شده، ما گرمی در جگر و تلخه و معده و غدود و زیر معده و روده ها و گرده ها حس میکنیم که تاستون مهره را حتی تاثیر میکنند و ما حس میکنیم که این نیرو در شکم وارد میشود و به طاقتی گم میشود. چقدر خوب و نغز و آزاد نشستیم، درستیم دم گرفتیم، خرسندیم و خوشوقتیم. حمد و ثنا خدای راست که پروردگار عالمیان است. ما و شما را پرورش میکند، شفاکار و شفا دهنده است، مالک سلامتی است، صاحب سلامتی است و هر کی بخواهد او را میدهد و از هر کی بخواهد او را میگیرد. خداوندا بر ما نصیب بگردان سلامتی را. ما تو را پرستش میکنیم و از سلامتی طلب میکنیم و ما راه راست سلامتی را بده تا شکرگزار باشیم و او را حیرانتی که به واسطه رحکومی تبابت میکنند و تبابت میکنند باعث غضب تو میشود. ما را از اون رها نگه دار. اما تو خداوند شنوا و بینایی، خداوند توانا و پرقدرتی. راه روحی شکم نورش به طرفی زیر ناف می رود. ما حس می کنیم که در آنجا نور جمع شده است که به ما دائم خبر خوش می دهد. فراست. ما با این راه روحی دائم انتظاری کار خوب هستیم. ما دائم انتظاریم که خداوند به ما کار خوب می کند. ما انتظاریم که در زندگی دائم کاری خوب میگیریم، چیزهای نغز روز تا روز بهتر و خوبتر شدن میگیریم. زندگی ما روز تا روز بهتر، سال تا سال نغزتر شدن میگیرد و این دروغ نیست، این حقیقت است اگر انسان درست کار کند. و بسیار بیماری های استخوان کاس، بیماری های مردانه و زنانه با واسطه این نور تبابت می آمد. بر هم میخورند، نیست میشوند و ما و شما از جمله سالمان قرار میگیریم و دائم حس میکنیم که کار خوبی با ما میشد. با واسطه خواب میبینیم که به ما خبر خوش میآید. و میرود نور به طرف دنغازه و در آنجا ما حس میکنیم که جمع شده از نیرویی که از زمین میآید، نیرویی است که سبب رزق روزی ما و شماست، سبب بی‌دردی است و مهره است. با آن وارد شده از آنجا ما حس میکنیم که تمام این نورها به طرف دل زمین میریزند. زمین مانند آهن ربا این نور را به خود جمیده میگیرد، چون که زمین هم این خیل نور را میخواهد. پاروی است برای زمین، بهترین غذا، بهترین پارو. درست آزاد نشستیم و ما نیروی آسمان به زمین بردیم. اکنون نیروی زمین به آسمان و دل آفتاب میبریم.
اگر شما به درخت نگاه کنید، درخت درونش چوب دارد، با واسطه چوب آب و خاک می‌جمعد و با واسطه پرده زیر پوست کمبی از برگ‌ها به ریشه‌ها می‌برد. نیرویی که برگ‌ها می‌سازند، کرخمل می‌سازند، دیگر نیروهایی که از آفتاب، از فوتون و گاز کربنات می‌سازند. داده شوید به آن حالتی که شما را فرا می‌گیرد. حالتی است حالت آرامی، حالتی است که کف پای خود را حس می‌کنید که نیروی زیادی زمین را آفتاب به طرف خود می‌کشیده است با واسطه کف پای ما. آن کنده شده به طرف پای بالا می‌رود و ما حس می‌کنیم که پای‌ها جان می‌گیرند. اما بیماری‌هایی که در پای‌ها بودند، حتی بیماری‌های پیوند و بیماری‌های رگ‌های برآمده یا سستی تارهای عصب برهم می‌خورند و پای‌ها قوت می‌گیرند و ما در زندگی استوار می‌شویم انشای خدا. نیرو بالا رفته زانو، ران و با استخوان کاس می‌رسد. از آنجا به راه روحی دمغازه، از آنجا به زیر ناف، از آنجا به سردیل، معده، سردیل، گلو، پیشانه و تار سر و همین طور بالا می رود. دل آفتاب، نور آفتاب را از عرش خداوند میگوید. چنین بوده است و ما این را اثبات کردیم که در حقیقت آفتاب هم نیرو میگیرد، نفس میگیرد و نفس کشی آفتاب 12 سال پس است. در 12 سال یک مرتبه آفتاب نفسی نیرویی میگیرد و آن نیرو را از نور محمدی میگیرد و آن آمده است از عرش خدا. آفتاب گالاکتیکی کهکشان، گالاستاره های کهکشان همینطور باز میگا گالاکتیکا، میگا گالاکتیکا با آسمان یکم، آسمان دویم، آسمان همینطور هفتم و کرسی، دور، کتاب و قلم، عرش خدا. همینطور راه های روحی کشاده شدند. اول مانند رشته می کشاید. آهسته آهسته شما حس میکنید که اون کلان و کلان می شود. آهسته آهسته حس میکنید که مانند دریا می شود. دریای نور، انرژی که مانند دریای کوهی از بدن می گذرد. می شوید کسلی های ما و شما، می برد بیماری های ما و شما را که هنوز نبرآمده بودند. فعال می سازد گین هایی را که در آن ما خوشبختیم، صحتیم، با قوتیم، سالمیم، با عقلیم، با فهمیم، خرسندیم، به دردیم. یکی از کلمه های بزرگ در زبان دل خود تکرار کنید. بگذار این نام های خداوند باشد، بگذار این سخنی باشد که او سخن را شما بسیار تکرار میکنید. قوی، قدرت، عظیم، دانش، فهمیش، صلح، همه این نام های خداوند هستند. وقتی شما نام خدا را در زبان دل خود میگویید، خودتون را بشنوید. خودتون را بشنوید، زبان دل خود را بشنوید. چنان بلند بگویید که حتی که شریکی برد صدای باطینت بشنود. صدای باطین شما را کسانی هم میشنوند که دور هستند از شما، شما را دوست می‌دارند. و البته خداوند
میشنود. با سر دل یک مهر، یک باوری در سرفهمیش، در گلوی آواز باطنی با قوت، در دستان برکت، در پایها استواری، در شکم صبر، در ذهن فراست، در دماغ رزق و روزی وسیع. عضوها درست و درست شدن میگیرند. حس کنید قوایی را که از بدن شما میگذرد، میشوید بدن شما را، تازه میکند، تقدیری بد محو میکند، تقدیری نیک فعال میگرداند. و شما حیران میشید کارهای با شما میشن که پیش نمیشدند، کارهایی را میتوانید کردن که پیش نمیتوانستید. شما خوشبخت و فعال و سالم، گشاده روی، باورناک، مردم و وصیتی و سالمی دعوت میکرده، هر بیگاه و همین سکوت پیش از شام و بعد از شام داده شده، هر وقت خواهید سکوت میکنید، یکدیگر را میآموزید. شما سخنهای بیهوده نمیگویید، کارهای بیهوده نمیکنید، کارهایی میکنید که به شما نهایت منفعت دارد. با وقت خوش، با دل خرسند، با گشادگی روح، گشاده رویی، تن بی درد، وقت خوش، فکرهای نیک، ذکر خدا، دوست داشتن وطن، مهربان بودن با آدمان و بسیار چیزهای خوبی دیگری که ما و شما پرورش کردیم، تربیه کردیم. روح شما روح شماست و روح ما روح ما. چشمان خود را به دنیای زیبا و رنگین و دنیای آسان زندگی کردن، و دنیایی که بسیار چیزهایش حل شونده هستند با واسطه عقل و همکاری وارد میشه. چشمان خود میگوشید. روح شما روح شماست و روح ما روح ما.